در مکه در تمام حدود مکه نماز برابر 100,000 است، لیکن 100,000 از 100,000 فرق میکنه. 100,000 صفی یکم از دوم، 100,000 صفی یکم آشیانه یکم از آشیانه دوم فرق میکند. 100,000 روی صحن مسجد از داخل فرق میکند. 100,000 که در مهمانخانه ها میخواند فرق میکند. 100,000 که در 10 کیلومتر از حرم دور میخواند و هم 100,000 است، لیکن فرق میکند. اگر ساده تر کرده گوییم مثلا 100,000 مایبکس از 100,000 ژیگولی فرق دارد، یا 100,000 اسب از 100,000 خر فرق میکند. عدد 100,000 است ولی صفت فرق میکند. فهمیدید برادر؟ یعنی اون 100,000 که در مسجد است و در صف پیش است، اونو البته فرقش عظیمه، لیکن همش 100,000 است. این خاص در مکه. دلیلش چی؟ دلیلش همین که الله تعالی گفت که سبحان الذي اسرا بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک است آن اللهی که پیغمبر را از مسجد حرام به مسجد اقصا برد. مراد از مکه به فلسطین برد. پیغمبر را جبریل آمده از خانهشون گرفتن، نه از مسجد حرام. الله تعالی شهر مکه را مسجد حرام گفت. یک دلیل از قرآن. دلیل از سنت این است که وقتی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاصتا سالی که به عمره آمده بودند، در زیر درخت اسب و شتر و مال و خود را بسته بودند، اونجا دم میگرفته، اونجا منتظر بودن برای آنکه گفت و شنید میرفت همراهی اهل مکه پیگوار میرفت که برای ما اجازت میدی که ما در اونجا عمره کنیم. ویزا، یعنی ویزاهای همون زمانه برای ما اجازت میدی، ما میداریم عمره میکنیم میریم. برای همین یه نماینده فرستاده بودن، حضرت عثمان. تا نتیجه آمدن، تا حضرت عثمان رفته سفیری پیامبر صلی الله علیه و با آنها صحبت کرده آمدن، اینا در زیر همین درخت می نشستن. درخت از حدود مکه بیرون بود، چون که درخت سایه هاش وسیع بود. هم اینا به حدود مکه در آمدن اجازتش ندارن مگر هم با اجازت صاحبان مکه، چون که اینا بین اینا جنگ بود، دشمنی بود بین مکه و مدینه. اونجا دولت مسلمان، اینجا دولت مشرکا. بی اجازت به یک کشور چه خیلی می‌دراید بی ویزا. بنابراین سفیر فرستادن که برای ما اجازه دید، اجازه در آمدن. تا آمدن سفیر اینا در بیرون مکه می نشستن، لیکن وقتی نماز شود اون تو آمده کمتر حرکت کرده، به حدود حرم در آمده نماز فرض می خواندن و گشته با رفته در پیش درخت می نشستن. اگر در حدود حرم نماز 100,000 رکعت نباشد، همین کاری پیامبر صلی الله علیه و سلم معنا نمیداد. فهمیدید؟ یعنی تقریبا 50-100 متر می آمدن و از حدود می گذشتن، حدود مکه و در آمده در حدود مکه ایستاده نماز می خواندن و بعد رفته با در جای خودشون می نشستن. این دلالت میکند که در حدود حرم، حدود حرم همون سرحد کرده موندگی، نهایت الحرم بدایت الحرم می نویسد، به انگلیسی هم است. سرشوی حرم، آخری حرم، اونجا 100,000 رکعت است. لیکن این کار در مدینه نیست. در مدینه کسی در خانه‌اش یا در دیگر مسجد خانه 1000 رکعت نه، فقط در داخل مسجد خانه 1000 رکعت. اگر مسجد اقتدا در بیرون هم اونایی که در صحن مسجد هستن به امام اقتدا کرده باشد، برای اونها هم 1000 رکعت میگیرن. لیکن هم تو تنها گذار باشید، در روی صحنه نخوانید، حرکت نه، درونی مسجد در آمده خوانید تا اینکه 1000 رکعت ثواب گیرید در مدینه. اما در مکه همه جاش 100,000 رکعت است. والله تعالی اعلم.